صحابالدین منورزاده کارمند کمیته زمین نویه دوشتیج با جرم قتل دو زن فراش این اداره امیده زوکرو 45 ساله و وارثه فاضل 56 ساله به حبس ابد محکوم گردید. در این باره قاسم زوکروف پدر یکی از زنهای کشته شده و یک منبع دیگر از دادگاه ولایت سوخت بعضی پلیس اطلاع دادند. طبق اطلاع آنها حکم روز 3 ینور سال 2023 از جانب دادگاه ولایت سوخت صادر گردیده است. امیده زوکرو و وارثه فاضل و روز یک شنبه 7 ایول سال 2022 در جای کارشان کشته شدند. صحابالدین منورزاده متخصص پیشبر اداره زمین نویه همچون گمانبر اساسی از همان وقت در بازداشت قرار داشت. قاسم زوکروف پدر امیده زوکرو و بعض پلیس گفت که مرافعت در بازداشتگاه موقتی شهر استرافشان دایر شده. صحابالدین منورزاده بر اساس قسم 2 ماده 104 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شده به حبس ابد محکوم گردیده است. قاسم زوکروف گفت که از حکم صادر شده راضی است. نظر پیوندان و وکیل دفاع صحابالدین منورزاده اوید به حکم تا حال دسترس نیست و معلوم نیست که آیا از این حکم شکایت میکنند یا آن را میپذیرند. قتل دو فراش در کمیته زمین نویه دوشتیج یکی از کشتارهای اعظم پرسر و صدای سال 2022 نه فقط در دوشتیج و ولایت سوخت بلکه برای تمام تاجیکستان بود.